یگان تشریفات پیش هی. بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. سرهنگ توپخانه ستاد حسین گلکاری فرد، فرمانده یگان تشریفات دژبان کل ارتش جمهوری اسلامی ایران، با احترام تشریف فرمایی مقام محترم رئیس جمهوری کشور ترکیه را به کشور جمهوری اسلامی ایران خیر مقدم عرض نموده استدعا دارد پرچم و گارد تشریفات را بازدید فرمایند.